كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم یکی دیگر از برنامه‌های سفر آخرت، سفری که با مرگ انسان آغاز میشه و خانه دوم انسان، قبر، سالها بلکه شاید صدها و یا هزاران سال انسان رو در خودش نگه می‌داره و جای میده و یا باغی از باغ‌های بهشت خواهد بود و یا چاله‌ای از چاله‌های جهنم. و سپس در روز سرنوشت ساز قیامت، اون هنگامی که دنیا به هم ریخته و دگربار الله تعالی دستور به آفرینش میده تا همه اون چیزهایی که از بین رفتن، من جمله مخلوقاتش از فرشتگان، جنیات و انسانها و حتی حیوانات دوباره زنده بشن، در صحرای محشر گرد هم میاند تا حق به حقدار برسه و هر کسی سزای اعمال خوب و بدش رو ببینه. روز حساب، روز قیامت، روز محاسبه، روزی است به درازای 50,000 سال برای کسانی که نامه اعمال خوبی نداشتند. اما این روز و حتی روزهای قبل از اون در قبر هم برای اون خوشنصیبانی که یقین داشتن به رسیدن اون روز و نه تنها یقین داشتن بلکه با مقتضای اون یقین عمل کردند و آمادگی گرفتند برای اون سفر، تمام این سالها به اندازه یک چشم به هم زدن خواهد گذشت. حساب و کتاب در روز محشر وقتی که به پایان میرسه، هنوز یک مسیر سخت و آخرین ایستگاه و گذرگاه پل صراط باقی است. پل صراط لحظه سرنوشت سازی است که یا انسان رو به بهشت مقصود و آرزوهای دیرینه‌ای که یک عمر منتظرش بود میرسونه و یا خدایی نکرده اگر پای انسان لغزید به خاطر اعمالی که قبلا در دنیا انجام داده و نحوست اون اعمال، با سر به جهنمی که در زیر پل صراط قرار داره خواهد افتاد. ادامه مسیر سفر آخرت رو بعد از پل صراط با شما بینندگان عزیز و ارجمند به همراه کارشناس محترم برنامه پی خواهیم گرفت، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز. این موضوع رو برای من و شما توضیح خواهند داد. جناب مولانا، سلام عرض میکنم خدمت شما. تشکر خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و سلام و ادب و احترام دارم. تشکر. جناب مولانا، ما در برنامه گذشته درباره بقایی از روز قیامت و محشر صحبت کردیم و درباره پل صراط گفتید که این پل بر روی جهنم نصب شده و خدای نکرده اون کسانی که پرونده نیکی نداشتن در گذر از این پل دچار مشکل میشن و به جهنم میافتند. قبل از اینکه به اون طرف پل برسیم و بهشت و اون مکان زیبایی که آرزوی دیرینه همه موحدین و یکتاپرستان و مسلمانان هست،
درباره جهنم اگر بخوایم صحبت بکنیم، درباره اون مظهر عذاب خداوند، اون مکانی که خبر از خشم رحیم و رؤوف و رحمان داره. درباره جهنم بگید برامون، جهنم چی هست، کجا هست و چگونه است؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق الله العظيم. در حقیقت سخن گفتن از جهنم و از به اصطلاح فارسی زبان ها که دوزخ میگویند مشکل هست و باز هم به خاطر این که انسان ها متوجه بشن و بدانن که اگر متوجه حیات خود و زندگی خود نباشن، روزی دچار چنین عذاب و سرنوشت آنها به چنین عواقبی خواهد بود. جهنم چیست و کجاست و چگونه هست؟ به طور خلاصه و فشرده از لحاظ عقیدتی که میتونیم بگیم عقیده اهل سنت و جماعت اینه که الجنت و النار مخلوقتانی. بهشت و دوزخ اینها 2 مخلوق از مخلوقهای پروردگار عالمن که الله سبحانه و تعالی اینها را خلق کرده، موجودان الان، یا میتونیم بگیم که موجودان الان، جهنم و بهشت این 2 مخلوق موجودن و لا یفنا ابدا. بعد از این که خدای تبارک و تعالی اینا رو خلق کرد دیگه اینا فنا نشدن و فنا نمیشون. به این واسطه چون این عقیده اهل سنت و جماعت است که عقاید و باورهای دیگری هست که قائل به فنای جهنم و فنای جنت و اینهاین. و طور خلاصه و فشرده جهنم مخلوقی از مخلوقهای پروردگار عالمه که الله سبحانه و تعالی او خلق کرده. بعد اون وجود داره و الان هم و حتی ما و شما جریان سور بحث کردیم و که در سور اول و دوم که دمیده میشه، در این 2 سور هم جنت و نار فنا نمیشن و از بین نمیرن. و استدلالی که اشخاصی که میگن بهشت و دوزخ از بین میره به آیه قرآن که کل شیء هالک الا وجهه دارن که غیر از خدا وقتی دیگه چیزی باقی نمیمانه اونها میگن که اینها فنا میشن. جواب اینه که به طور خلاصه و فشرده که آن چیزی که الله سبحانه و تعالی او در معرض فنا گذاشته باشه فنا میشه. زمین، آسمان، همه اینها الله سبحانه و تعالی روزی که خلق کرده به اصطلاح تاریخ زده که تاریخ اینها چی وقت به پایان میرسه. ولی جنت و نار این 2 مخلوق الله سبحانه و تعالی وقتی که خلق کرد مهر زد و تاپه زد که اینها هم فنا نمیشن، نیست بودن هست شدن، دیگه فنا ندارن. مثل عرش پروردگار عالم، عرش هم فنا نمیشه. و این که کجا هست نار یا جهنم، بین علما یک مسئله اختلافی هست. بعضی از علما میفرمایند که جهنم به آسمان است
آسمان ها قرار داره. بعضی از علما میگن که جهنم به اسفل الارض هست، تحت زمین قرار داره، یعنی به تعبیر بعضی اعلا میگن و بعضی جهنم را اسفل دارن. بعضی از علما سکوت کردن، گفتن که والله اعلم، خدا بهتر میدانه که جهنم بالا هست یا پایین. به هر حال جهنم از آیات قرآن معلوم میشه که ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اسفل جهنمه، جایگاه منافقین به تحترینه. به هر حال جهنم جای که در تعبیر قرآن گفته شده جای خوبی نیست، چی بالا باشه، چی پایین باشه، چی وسط باشه، هر جا که میخوای باشه. یعنی اگر در آسمان ها هم باشه برای اهل جهنم راحتی نمیده و در زیر زمین هم باشه راحتی نمیده. به هر حال چون تعبیراتی که در قرآن عظیم و شن ارتباط به چگونگی جهنم گفته شده آمده که سوء الدار، بدخانه‌ایه، فبئس المهاد، ای بد، خلاصه همو جایی که میکشانه انسان ها. ذلك الخزي العظیم، ای یک رسوایی بزرگیه. تعبیرات قرآنه که و بئس المصیر، ای بد مسیریه، انسان هایی که بیروان میشن. و بئس مثوى الظالمین، بد جایی که ظالمین قرار میگیرن. به هر حال جهنم انبیاء علیهم السلام خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم میبینیم به ما تعلیم میدن که همیشه دعای نایی بود که اللهم اینی نعوذ یا اعوذ بک من عذاب جهنم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از عذاب جهنم پناه می جستن و الان که در ازی شکی نیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگیز جهنم به عذاب جهنم دچار نمیشن، ولی باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم الفاظی به زبان اینا جاری میشه که از عذاب جهنم پناه می جوین به خدای تبارک و تعالی. و جهنم محل رسوایی گفته شده. چقدر سخته در دنیا یک انسانی که اگر آبرویش بره، در دنیا اگر انسان به عمل دوچار بشه که آبرویش در خطر باشه، فوراً خودداری میکنه. ولی جهنم ذالک الخزیون، گفته شده که این یک رسوایی، یک عذاب و عذاب‌های گوناگونی داره جهنم. جناب استاد، شما اشاره فرمودید یک دفعه به لفظ جهنم، یک دفعه به لفظ نار و اینگونه برمیاد که نام‌های مختلفی داشته باشه جهنم. و اینکه احیانا باز گفته میشه که جهنم باز قسمت‌های مختلفی داره، در داخل شدن درهای مختلفی هم داره. آیا در آیات و روایات اشاره شده به اینکه چه نام‌هایی برای این مکان اطلاق شده؟ چون غالبا نامی که انتخاب میشه خود نام هم با توجه به خود مکان و ویژگی هایی که داره انتخاب میشه و شاید که میتونه کمک بکنه با ما در شناخت بهتر این مکان، اسم هایی که بر اون انتخاب شده و یا شرایطی که در نحوه درهایی که حتی ذکر میشه که چند در داره و هر کدوم احیانا اگر اسم هایی دارن اگر ذکر شده برای ما بگید. در قرآن عظیم الشان چون ما مسائل عالم برزخ و بهشت و جهنم و این مسائل موضوعات غیبیه که قرآن به ما خبر میده و احادیث صحیحه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی ما نمیتونیم که مسئله عذاب جهنم یا درهای جهنم یا نامهای جهنم از کتب دیگر جستجو کرد. قرآن عظیم الشان ارتباط به نامهای جهنم
اشاره میکنه که مسئله خود لفظ جهنم که در آیات زیادی میاد که و این جهنم لموعدهم اجمعین، یا مسئله نام لظا میآید، نام حطمه میآید. اینها هم نامهاییه که مکانهای شکنجر معنا میده، یعنی یک شکنجه بیشتر، شکنجه بیشترتر و بالاخره یک شکنجه کمتر. به نام حطمه و به نام سعیر و به نام سقر و جحیم و حاویه و غیره و غیره که نام ها داره. و همین نام ها خودشون نشانه بر شدت، سختی و اینها داره. و حتی بعضی از سلف صالحین اشاره میکنن که اینها وقتی که میگیم جهنم یا مثلا لظا و سعیر، اینا طبقاتی از طبقات جهنمه، طبقاتی از طبقات جهنمه که در هر طبقه انسانهای خاصی قرار دارن. مثلا بعضی از سلف بیان کردن که در طبقه اول چون نسبت به طبقه تحت حرارتی و کمتره، اما وقتی ما میگیم حرارتی و کمه، در روایات میاره که آتش دنیا تا آتش آخرت، حرارت آتش دنیا 69 درجه کمتره. یعنی کوههای آتش فشان ما که در دنیا میبینیم که آهنار ذوب میکنه، او حرارت از او 69 درجه کمتر از آتش جهنمه. این هم فقط به شکلی به ما گفته شده که ما شدت از او بفهمیم، در غیر از او در روایات میاره که اصلا عذاب جهنم نمیشه که انسان بیان کرد، مثل که ما نمیتونیم وصف بهشت در بیان بکنیم به او کما کان حقه، وصف عذاب جهنم هم مشکله، چون خدای تبارک و تعالی او با مو قهر و غضبی که داره او ساخته. مثلا بهشت با او همه لطف و مهربانی که الله داره ساخته، جهنم با او قهر و غضب ساخته شده. بعضی از سلف میفرمایند، سلف صالحین، که مثلا در طبقه اول انسان‌های یا عصات مؤمنین، اونهایی که گناهکارن و به جهنم میرن، طبقه اول قرار دارن که حرارت از اون نسبت به طبقه بعد کمتره. این نشانه بر این داره که یعنی خود کسانی که به جهنم میرن هم یک دست نیست عذاب اونها، یعنی طبقات دارن، دسته‌بندی میشه و بالاخره طبقه دوم بعضی از سلف صالح بیان کردن که یهودن، طبقه سوم نصارایان، طبقه چهارم مشرکین عربن و طبقه پنجم تا میرسه به طبقه هفتم که میای ان المنافقین فی الدرک الاسفل، به تحترین جهنم منافقین قرار دارن که پایین‌ترین درجه جهنم، یعنی امو درجه‌ای که دیگه واقعا حرارت از خود خداوند میفهمه و بسیار جای خطرناکه. خداوند همه ما حفظ کنه و ما از جمله اهل بهشت بگردانه. و باب‌های یا دروازه‌هایی که در قرآن اشاره شده، الله سبحانه و تعالی در آیات می‌فرماید وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها. از این آیه مبارکه معلوم میشه که وقتی باز میشه فتحت ابوابها، دروازه داره. و دروازه‌های جهنم در آیه دیگری که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و ان جهنم لموعدهم اجمعین، او جایی که خدای تبارک و تعالی جمع میکنه اونها، لها 7 ابواب، 7 دروازه که باز هم بعضی از مفسرین ارتباط به این 7 دروازه اشاره بر 7 طبقه دارن که طبقات مختلفه. لکل باب منهم جزء مقسوم، هر باب و هر دروازه از خود افراد مخصوصی داره و مو نظر به اعمال از او، و یا هر طبقه از خود افراد مخصوص داره. بنابراین ارتباط به دروازه های جهنم که الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار مؤصده، ارتباط به این که کسانی که کافر شدن و والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، اینا از گروه های دست چپ هستن، علیهم نار مؤصده، بر اینها آتش یک مؤصده. مؤصده ابن عباس رضی الله عنه تفسیر میکنن به یعنی مغلقه الابواب، یا جایی که بند میشه دروازه ها،
یعنی وقتی که کافر به جهنم داخل میشه دروازه داره، دروازه های داره که مجردی که داخل جهنم شد کافر و مشرک دیگه دروازه رو گم میکنه، دروازه در رو از او مسدود میشه و دیگه راه برگشتی از جهنم نداره. جناب استاد، کسانی که در جهنم میرن آیا از لحاظ درجه عذاب هم فاصله هایی که هست، حتما تفاوت هایی هم در عذاب با هم دیگه دارن؟ در این مورد آیات و روایات اشاره شده که این موضوع بیشتر باز بکنه برای ما تفاوت عذاب ها، چون وقتی که از عذاب صحبت میکنیم اون چیزی که شما فرمودید خود محیط جهنم که وقتی حداقل آتش دنیا 69 مرتبه یعنی سردتر باشه، خنک‌تر باشه از آتش دوزخ، این معناست که آتش جهنم فضای کل جهنم رو یعنی 70 برابر بیشتر از آتش دنیا فرا گرفته. باز خود این درجات هم آیا تأثیری داره در خود کم شدن عذاب؟ درباره درجات و یا اینکه بین انسان ها تفاوت هست یا نیست عذاب چیز واضح و مسلمیه، چون هر انسانی که در جهنم داخل میشه این نظر به عدل الهیه، یعنی هر کس که به بهشت داخل میشه فضل الله سبحانه و تعالی و در جهنم داخل میشه عدل الهیه. وقتی عدل الهی هست در دنیا ما میبینیم، اگر کفار رو نگاه کنیم بعضی از کفار سرکشان، فرق فرعون تا افراد فرعون هست، در حالتی که فرعون هم کافر افرادی هم بالاخره، فرق ابو جهل تا افرادی و هست، فرعون صفتان همیشه هست. بله بناهن در دنیا هم میبینیم مشرکین، کسانی هم که خیلی طغیان و سرکشی از اونا از حد گذشته کفار، و نسبت تا حتی به مؤمنین یعنی کم گناه دارن، کمتر گناه دارن، بعضی بیشتر گناه دارن. بناهن الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی اشاره میکنه به درجات اهل جهنم. اولا در قرآن عظیم شان میاره که ان المنافقین فی الدرک الاسفل. درک یک واژه یا لغتیه که عرب ایر برای آن چیزی که به اسفل یعنی به تحت حرکت میکنه ایر درک میگه، و آن چی که رو به اعلا باشه او درجه میگه، درج گفته شده. ولی عموما مسائل درک که در قرآن بیایه منظور همو درجه و همو وضعیت کفار و اینها در جهنم نشان میده. ولی بحث درجه و درک فقط تفاوتی داره که در کلام عرب به کار رفته، اما درجه هم برای درجات بهشت در قرآن به کار رفته، هم درجات برای دوزخیان و اهل جهنم. اما بحث درک هیچ وقت به اهل بهشت به کار نرفته، چون مطلق دوزخی است، مختص دوزخیان و اینها. قرآن عظیم الشان میفرماید که الله سبحانه و تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل. درک همون تحت، همون پایین. و آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید ولکل درجات مما عملوا که در سوره، برای هر کدام درجاتیه به او چیزی که عمل کردن، یعنی به اندازه عمل از اونا، یعنی عمل اونهایی که طغیان و سرکشی از اونا از حد گذشته بوده عذاب اینا بالاتره، اونهایی که طغیان و سرکشی از اونا کمتر بوده عذاب از اونا کمتره. در آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید که افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. وقتی بیان میکنه بحث وضعیت او کسانی که نافرمانی الله کردن، الله سبحانه و تعالی بر اونها قهر داره و غضب داره و میفرماید و مأواه جهنم، جایگاه اونها جهنمه، و بئس المصیر، بد راهیه. ادامه میفرماید هم درجات عند الله، اینهایی که طرف جهنم رفتن و مسیر جهنم را انتخاب کردن اینا درجاتی هست، یعنی عذاب از اینا همه یکسان نیست، در هر طبقه‌ای که نظر به همون اعمال خود برای از اینا تعیین شده و مشخص شده اینها میرن. و در روایات و در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میاره که بعضی از اهل جهنم تا به قوزک پا در آتشن،
و بعضی تا به رکبه یا تا زانو در آتشن و مثل که مثلا روایتی که در صحرای مشهد در عرق بودن در جهنم هم این شکل روایته. بعضی تا سینه و حتی الى عنقه تا گردن در آتش در جهنم قرار دارن. از این معلوم میشه که درجات متفاوته و هر کس به اندازه همو اعمال. ولی برای کفار هم این شکل، مشرکین هم این شکل. اما ایر باید ما ایر بگیم، شاید بعضی از بیننده ها فکر کنن که ما گناهی کردیم یا مثلا خب تخفیفه دیگه عذاب ما اگر به جهنم هم بریم عذاب تخفیفه. تخفیفترین سبکترین عذاب در جهنم چیه؟ سبکترین عذاب اینه که یک جور کفش آهنینه از جهنمی ها به پای انسان میشه. این خفیفترین عذاب در روایت آمده که به پای انسان میشه. این خفیفترینه، از کف پا تا فرق سر حتی مغز سر انسان میجوشه. این تخفیفترین عذاب اهل جهنم و انهایه. یعنی از شدت اون حرارتی که در کفش هست، یعنی انقدر حرارت زیاد هست که نه تنها پا رو میسوزونه که این حرارت از طریق استخوان و گوشت و پوست به مغز میرسه و مغز هم به قلقل میفته. علاوه بر اون حرارتی که در محیط هست و در فضا هست. او ببینیم وقتی که یک جور کفش چنین باشه چیز واضح و مسلمیه که محیط از او چگونه هست. اینطور نیست که وقتی صحبت از جهنم بکنیم میگیم کفش پوشیده یعنی فضای خنکی باشه، فضای سردی باشه. چون وقتی که گفتیم جهنم، خود فضا حرارت جهنم اون برای همه است. اینها باز اضافه بر اون کفش به پا میشه و او کفش چنین حالتی و چنین وضعیتی میاره. خلاصه که اگر صحبت رو جمع بکنیم به اینه که اعمال انسان هست. اعمال انسانه که یک مرتبه نگاه کنه و فکر بکنه که چگونه اعمال داره. اگر اعمال از او عملی بود که بزودترین فرصت از جهنم نجات پیدا میکنه یا روی جهنم رو نمیبینه، یا اینکه فقط اعمال از او برای همیش در جهنم نگاه میداره و چگونه هست. الله سبحانه و تعالی به بندگان خود به هیچ یک ظلم نکرده و ظلم نمیکنه و خدای تبارک و تعالی ما واقف کرده از این عذاب ها. این نعمتیه که ما هی الان صحبت میکنیم. اگر خداوند جل جلاله میخواست ما در جهنم بریم بسوزیم، خب به ما قرآنی نمیفرستاد که از اینا ما رو واقف کنه. اگر ظالم بود این کار نمیکرد. قرآن آمد، انبیاء علیهم السلام دادن. ما یک مثال جزئی میدم که بینندگان عزیز و گرامی بیشتر متوجه بشن. اگر سر صنف شاگرد وقت امتحانه، در حالتی که از او استاد 10 سوال 5 سوال کرده و سوالا رو پیش از او میگذاره، استاد کتاب رو هم پیش از او میگذاره، خودی هم استاد میشه میگه من در خدمت تو، این پارچه رو بگیر، این سوالا رو از روی این کتاب بنویس، هر جام نفهمیدی از من سوال بکن. اگر این شاگرد این پارچه رو اشتباه بنویسه، تقصیر کی نه؟ خودش به خودش ظلم کرده. یک لحظه فکر کردن همین قضیه. سر صنف استاد پارچه امتحان رو میده که شاگرد جان این سوالا، این کتابی که سوالا از داخل از این گرفته شده، به این صفحه، به این جلد، به این خط جوابه، یعنی به این ورق، به این ورق جوابه. شما زحمت نوشتن بکش. فقط تو زحمت نوشتن بکش. هر جام نفهمیدی، شاید لغت رو نفهمی، ولی من در خدمت تو ایستادم، تو بپرس از من. این شاگرد لحظاتی بنشینه، این طرف نگاه کنه، این طرف نگاه کنه، با او بخنده، با او حرف بزنه، همون تایم نیم ساعت یا 40 دقیقه یا 1-2 ساعتی که تعیین شده، ایر به نگاه کردن و به تفریح و به خنده و به استهزای معلم و استاد و کاغذ و اینها تیر بکنه، بعد پارچه رو بده بیرون بشه. حالا اگر ایر بنویسن ناکام، کسی هست بیا ادعا کنه بگه که چرا فرزندم رو شما ناکام کردیم، چرا بالاخره چرا ناکام شده؟ از این عدالت بیشتر چیکار باید کرد؟ از این بیشتر چی باشه؟ الله سبحانه و تعالی در روز الستو بربکم، خب از ما گفت که الستو بربکم، آیا نیم پروردگار شما؟ همه ما گفتیم بله هستی پروردگار ما. گرچه فراموش کردیم اون روز.
اما خب در دنیا خدای تبارک و تعالی میگه این بنده شاید امور فراموش کرده باشن، بیا بیاد از اینا بدی. قرآن عظیم شان میگذاره، انبیا علیهم السلام میفرسته، علما که جانشین انبیایان در کنار ما قرار میده، در هر محل، هر مسجد، هر منطقه مسجد. الله سبحانه و تعالی از این بیشتر چقدر زمینه فراهم کنه. مسجد در کنار ما، هر مسجد امام داره، هر مسجد امام داره. ما اگر به مسجد نمیریم، از امام مسجد پرسان نمی کنیم و وضعیت خور از قیامت و از حشر و از جهنم واقف نمی کنیم، ما آیا یک دفعه شده که ما پرسان بکنیم از امام مسجد، از یک عالم، از یک راهنما، جناب مولوی صاحب، جناب مولانا صاحب، جناب فلان صاحب، من چکار کنم که برم بهشت و چکار کنم و چی عملی را انجام بدم تا این که از آتش جهنم نجات پیدا کنم. ما وقتی که بخوایم یک سفری داشته باشیم، سفر عموما رو از هر کشوری که به کشور دیگه بریم، او پاسپورت میخواه، ویزا میخواه. دوستا پرسان میکنیم چگونه پاسپورت گرفته میشه؟ از کسایی که رفتن نرد خصوص. بله. اونایی که آشنا هستن. چگونه؟ از اونایی که آشنایی دارن. پاسپورت چگونه گرفته میشه؟ ویزا چگونه گرفته میشه؟ اینا همه حرکت میکنیم به سراغ پاسپورت و ویزا و بالاخره زمینه فراهم میکنیم که این سفر برای ما آسان بشه. اما سفر آخرتی که ای از قبر تا حشر، از حشر تا به جنت و دوزخ و ای 50,000 سال روز قیامت، بناهن هر انسانی که واقعا دوچار چنین عذاب‌های میشه و از این دروازه هایی که گفتیم که جهنم و لظا و حطمه و سعیر و سقر و بینها، از این دروازه آخر وارد جهنم میکنه، تقصیر از خودش خواهد بود. الله تعالی ما و شما و همه بینندگان عزیز را نجات بده از این خشم و غضب خودش. و صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز در این برنامه میشنم. صحبت پایانی برای همه عزیزان اینه که تو عزیزی که هنوز از دنیا نرفتی، متوجه اعمال خود باش، متوجه نیات خود باش، متوجه باش که الله سبحانه و تعالی فردا در صحرای محشر از تو پرسان میکنه. نشه که خدای نخواسته انتخاب کرده باشی چون خودت هستی که بهشت انتخاب میکنی یا جهنم. اگر جهنم را انتخاب کردی، از او انتخاب خود صرف نظر بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اطراف بهشت در سختی ها گرفته و اطراف جهنم شهوات. متوجه باش که خیلی در دنیا دنبال شهوات و خواهشات و راهی که نفس میکشانه روان نشی. خدای تبارک و تعالی همه ما دعا میکنیم اللهم انا نعوذ بک من عذاب جهنم. بار الله پروردگار همه ما از آتش جهنم نجات بدی. موفق باشید تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. آمین. تشکر میکنم از حضور شما و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه ما را یاری فرمودید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.